اگر میخواید برکات الهی بهتون نازل بشه، اگر میخواید خدا افضل مصلحت رو براتون نازل بکنه، اگر میخواید موانع رشد و ترقی و کمال مادی و معنوی از سر راهتون برداشته بشه، بندگی خدا رو بکنید. من اسعد الی الله خالص عبادته، عبادت خالص رو به سمت خدا بفرست. احبط الله الیه افضل مصلحت، خدا افضل مصلحت رو به سمتت سرازیر میکنه، بالاترین مصلحت رو به سمتت سرازیر میکنه. من معتقدم کاری که تو فاطمیه میشه کرد، شاید زمانهای دیگه، رمضان نه، حتی تو محرم و سفرم نه. چرا؟ چون ارتباط ما با خدا تو فاطمیه زمانهای دیگه هم هست، اما الان به طور مستقیم ارتباط ما با خدا به برکت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها. مادرمون که عرض میکنم نه فقط سادات، مادر همه. فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی باباهای این امتی، از زهرا و خدیجه سلام الله علیهما میشن مادر هممون. آدم با مادرش که رو درواسی نداره، یه جلسه نمیدونم 2 جلسه هرچی، نذارید به شب و شام شهادت و اون ایام، همین ایام هر جا رفتید بیرقی به نام زهرای مرضیه سلام الله علیها بلند، عاجزانه از محضرش تمنا بکنید مادر تو مادری تو در حق ما تمام کرد، اما من فرزند خلف و صالحی نبودم. ولی معمولا اینجوریه، پدر مادرها وقتی بچه‌هاشون یه مقداری ناخلف باشن انگار یه نگاه خاص بهشون میکنه، نیمه دل شب دستی به آسمون بلند میکنه. فدای تو مادر مهربان بشم که در آخرین لحظات رافعتن یدیها، هر دو تا دستتو بلند کرد. مادر یلدای ما با شما معنی پیدا